هم هیچ سودی برای من نداشته الا هرس خوردن و فوش و آقاننه. یک، چون بی غیرت نیستم، بی تفاوت نیستم، خر نیستم و خودم ها نمیتونم بزنم به گاو بودن که امثالی بابک زنجانی بخورنده به ریشی و بخندنده آقازادا. دوباره اومدم حرفی دلما بزنم. یعنی قابل توجه این شرکت ها میگه تو اصاره زعفرون میریزی جیم تایت که اینه کرده ایش 96,000 تومن. یعنی چه؟ این آشغاله که دیگه اینا ککامور هاست به شما داریم میدیم به این مردم مخالف نره چرا اینقدر درو شهری؟ آخه پدستان بازی و بی ناموس بازی هم یه حدی داره. یه بچه مدرسه میاد اینجا این شده 25,000 تومن، این شده 33,000 تومن. از کجا بیاره یا آقانن اینا رو جور کنه؟ این تغییرات کدوم قبرستونیه؟ چرا نمیاد وسط در این شرکت رو پلم کنه؟ چقدر ما مردم باید توانیشو بدیم؟ چقدر کارگر باید توانیشو بده؟ چقدر آدمی در به در باید توانیشو بده؟ چطور حقوق اضافه شده این چند درصد گذاشته رو حقوقه؟ اول سال 20% گذاشته. آقا بیا وسط اگه کلی ایرانا چارچوب بکشن نه باری برد نه باری برگرده، تحریما کاری با این کشور نمیتونه بکنه. بسکی منابع داره ولی بسکی دزداش از منابعش بیشترن. هی میگن آمریکا سگ شغال. آقا دزده میدونی دزده یه گوله بزن اینجا سگ کشش کن. خستمون کردیم دیگه، دستشو قطع کن پاشو قطع کن. نه اینکه بعد یه میدونی میلیاردها دلار دزدیده تازه میکنیش یه سمتی بالاتر بهش میدی. الله به خدا.